به اولین قسمت از مسابقات هنری کانال سروش کلودی خیلی خوش اومدین. به نظرتون از بین این دوتا شرکت کننده پریسا، سروش کی برنده میشه؟ حتما قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینین نظرتون رو کامنت کنین. خب بذارید بهتون بگم روند مسابقه چجوریه. قسمت اول از مسابقات به این صورته که از بین چند تا تکنیک هنری به صورت قرعه کشی یکیشو انتخاب میکنید و دو تا شرکت کننده موظفن با اون تکنیک یه اثر هنری خلق کنن و از بین این دو تا اثر شما انتخاب میکنید که کدومش قراره برنده باشه. بریم با شرکت کننده آشنا بشیم. سلام، پریسا هستم. من رشته تحصیلی معماری بوده و نقاشی رو روی علاقه ادامه دادم. با متریالای خیلی زیادی کار کردم، ولی متریالایی که ادامه دادم و خیلی لذت بردم رنگ روغن، اکریلیک، پاستل گچی و کلاژ بوده و همینطور چاپ‌های مختلف مثل لینولئون و چاپ چوب. این اولین همکاری من با سروشه و خیلی خودم هیجان دارم که ببینم ته داستان چی میشه. بریم ببینیم که چطوری پیش میره. سلام، پریسا هست. سلام، سروش کلودی هستم. 25 سالمه. رشته تحصیلیم گرافیکه و توی زمینه‌های خیلی مختلف هنری تجربه داشتم تا الان. همینطور که توی چنلم میتونید ببینید. بیشترین تجربه‌ای که داشتم توی طراحی گرافیک و تولید محتوا و ادیت ویدیو بوده. کار نقاشی و متریال‌های مختلف هنری رو امتحان کردم و خیلی لذت میبرم. خیلی دوست دارم که توی مدل‌های مختلف کارهای هنری خودم رو محک بزنم. به نظر من تجربه خیلی خوب و خفنی میتونه باشه همکاری با خانم پریسا. 100% من خودم اصلا نمیتونم به عنوان مسابقه توی این ویدیو ببینم، چونشون خیلی تجربه داره توی این زمینه و بیشتر من قراره چیزی ازشون یاد بگیرم. ولی خب خیلی دوست دارم که بتونم خودم رو توی این شرایط قرار بدم و همونطور که گفتم توانایی خودم رو محک بزنم. دوست دارم زودتر شروع کنیم و نتیجه کارا رو ببینیم. اینجا متریال‌های مختلف هنری رو روی کاغذ نوشتیم که از بینشون به صورت قرعه کشی انتخاب کنیم. حالا کی انتخاب میکنه؟ اینجوری سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. سروش برنده شد و بین اون متریال هنری که انتخاب شد کلاژ بود. خب اینا کادر اصلیمونه، کادر میگن بومه. حالا این چیزیه که قراره تبدیل بشه به کلاژ و خروجی کارمون رو باید توی این آسه تحویل بدیم و قراره که همینجا کنار هم دیگه انجامش بدیم. من از اونجایی که سبک کاری خودم رو میدونم ترجیح دادم که یه سری از نقاشی‌های خودم استفاده کنم و یه سری عکسایی که آماده داشتم رو آوردم و یه سری هم پرینت گرفتم که انجام بدم کلاژم. حالا از شانسم که کلاژ در اومد دیگه. ولی اینا اینطوری نیستش که من همینطوری اینا رو بچسبونم. ریزه کاری زیاد داره، یه سری قسمتاشو جدا میکنم، از تیکه هاش استفاده میشه. عالیه. منم واسه کار خودم قرار نیست از بک‌گراند سفیدش استفاده کنم. یه ایده دیگه ای دارم که الان بهتون نشون میدم. مقوایی که انتخاب کرده بودم و تا کردم، مچاله کردم که از اون بافتی که گرفته بود استفاده کنم. اینجا هم کم کم بند و بساطامون رو آماده کردیم و شروع کردیم به انجام دادن کارمون. دوش انقدر توی این طور چیزا پریسا رفته تو افق. چشم راه میره به قول مهتاب. چرا؟ نسیم شاهد بودا، من اینو اینجا درست کردم، خونه درست نکردم. من چون یه ذره کهولت سن دارم نشستم، یه ذره کمرم درد میکنه. خدا میدونه قراره چی کار کنم، هیچ ایده ای ندارم. من کلا موزیکای بی‌کلامو خیلی دوست دارم. میتونی لوگوشو قیچی کنی بچسبونی. فکر کنم آره، باید ببینم.
هرچه زدی تبر مرا فکر کنم نبود، فکر کنم این بود که هرچه تبر زدی مرا. محتواش تغییر ایجاد نکرده. زخم نشد، جوانه شد. راضی از اینکه استوری تو ریپلای کردم گفتم بیا مسابقه بدیم؟ نه ولی واقعا خودم خیلی دوست من میگم راضی، میگی نه. نه نه الان باید بگم آره یا نه. خب راضی به نظر خود جوابش چیه؟ نه من کره سورئالم خیلی دوست دارم واقعا. دلم میخواد مثلا برم یه 20 میلیون تو لوازم تحریری واقعا با تو اشغال بخرم بیا. چرا دیگه 20 تومن من راپید میخرم، ماژیک میخرم، کاغذ میخرم، دفتر میخرم، هر چیزی که بخوام میخرم. من فقط رنگ روغن اینا میگیرم. انقدر که بعضیا کارشون خوب داره پیش میره، من از استرس موندم چیکار کنم. کارم هم الان انقدر پیش رفته و این کاراکترمه و تصمیم گرفتم از چسب دو طرفه استفاده کنم که کاراکترم یه ذره برجسته بشه. به نظرم خیلی ممکنه باعث بشه که بولتر بشه و به چشم بیاد. امیدوارم که حالا خوب پیش بره، ببینیم چی میشه. نه ولی جدی بیاید بار بعدی من نسیمو. من کلاس نقاشی میرفتم، بعد اینطوری بودش که از کلاس نقاشی در اومدم رفتم یه دونه تابلو فروشی نقاشی بود. خانومه برگشت گفت شما کلاس نقاشی میرید؟ گفتم بله. گفت کاراتون رو ببینم. من کارامو نشون دادم. بعد بهم گفتش که بهتره نقاشی رو ببوسی بذاری کنار چون هیچ چیزی نمیشی. خیلی جالب بود و من فقط بهش خندیدم اومدم بیرون. خانم محترم اگه داری این ویدیو رو میبینی ادیتور اینجا رو بوق بذار. من قرار بود انتخاب رشته کنم واسه دبیرستان. اول دبیرستان رو خوندم، بعد واسه دوم دبیرستان اون موقع اینجوری بود که دوم دبیرستان من انتخاب رشته می‌کردم. همینجور مامانم دستمو گرفت رفتیم یه مدرسه، همینجوری مدیره گفت کارنامه‌تو ببینم. گفتم بیا. بعد گفت خب مثلا عربیت خوب شده، ادبیاتت خوب شده، انسانی نوشت انسانی منو. بعد منم همینجوری گفتم خب باشه، اصلا هیچ اطلاعاتی نداشتم. از بچگی میدونستم که باید هنر بخونم و مثلا کار هنری انجام بدم. مثلا اون موقع پریسا میگفتن که هنرستانی‌ها خنگن و یا مثلا باید حتما درست ضعیف باشه بری هنرستان. اینجوری نبود که مثلا علاقت چیه و فلان. ثبت نام کردم انسانی. من 3 ماه انسانی خوندم. مثلا معدلم 19 بود یا معدل 3 ماه اولم شد 16. توی آبان دیگه ثبت نام‌های مدرسه‌ها بسته میشه دیگه. بعد مثلا صحبت کردیم، مدیر مدرسه و اینا صحبت کردش با آموزش پرورش. من بعد از بسته شدن ثبت نامو تغییر رشته دادم و رفتم هنرستان ثبت نام کردم. بعد که رفتم هنرستان دیدم درسایی که اونجا دارن به من آموزش میدن و من تو خونه به عنوان سرگرمی انجام میدادم. مثلا چاپ دستی و طراحی کاراکتر و نقاشی و اینا که مثلا واسه من خیلی ساده است. گفتم خب اوکی چقدر خفن. خوندم، معدلم دوباره اومد بالا. بعد دیگه اصلا از اول باید میرفتم گرافیک میخوندم. اشتباه منو بردن دبیرستان ثبت نام کردن. وقتی یه نفر علاقش کارش از بچگی مشخص بوده چی بوده بعد میرفت هنرستان. الان خیلی بهتر شده، الان خیلی بیشتر ارزش قائلم واسه اونایی که هنر میخونن. اون موقع اینجوری بود اسکولا میرن هنرستان، مثلا بچهای درس خون میرن دبیرستان. اینجوری بود. اینجوری شد ما اومدیم شهر.
خانم پریسا. بله. آخرای کارت گویا. آره دیگه داره تموم میشه. کارم رفت سمت سورال بدون اینکه خودم بخوام، نسبت به تصویرایی که سلکت کردم و اینکه خودم خیلی دوست داشتم. خیلی عالی شده. این به نظرتون باشه اینو دو دلم؟ کدوم؟ این بعدم نیستا که یه حالت سایه طوری بیفته. نه ولی مال تو هم خدا قشنگه. نه اینقدر نه دیگه. چرا میگم به خدا خیلی قشنگه. قسم بعد نخور، اصلا قسم. سبکش خب خیلی فرق میکنه. آقا واقعا قشنگه. چی باحال‌تر از این چسبایی که اینطوری می‌کنی. داداش همش مال خودته. بریز تو جیبت، با جامعه دادیش بذار تو کیفت ببر. ولی خیلی سروش قشنگ شد. این که بی‌نظیر شد. نه خب خیلی فرق میکنه. ببین تو اونو با مقوا اصلا فرق میکنه با هم. سبکاشون. بله. یه 2 دقیقه بشین. خب دلقک. بیا همینو می‌خواستی، هیچ چیزای بدتری داره بهت میگه. من آخرای کارمه. منم دیگه فکر کنم یه چند دقیقه دیگه کار منم تموم میشه. الان 1 ساعت شد دیگه. آره دیگه فیکس همون ساعتی که گفتیم. بچه ها حتما سابسکرایب کنید. ممنونم. همکار محسن، سلمان، احسان و معین. خیلی لذت بردم از کار کردم با سروش. واقعا تجربه خیلی خوبی بود و امیدوارم که دوباره تکرار بشه، تکنیکای بعدی رو دوباره بهتون نشون بدیم و امیدوارم که دوباره از این مسابقه ها بذاریم و اینم بگم که سبک کار سروشم بی نهایت دوست داشتم. خیلی خوش گذشت بهم، خیلی تجربه جالبی بود. بسیار بسیار لذت بردم از همکاری با پریسای عزیز. کلی چیز ازشون یاد گرفتم، از تکنیکاشون، از کاری که انجام میدن. خیلی سبک خوبی دارن. حتما پیجشون رو ببینید. پیجشون رو اینجا میذارم و نمونه کارشون واقعا بی‌نظیره، واقعا خیلی با استعدادن و من واقعا لذت بردم و چیزی ازشون یاد گرفتم. امیدوارم که دوباره شرایط فراهم بشه که بازم از این کارا انجام بدیم. خب بچه‌های گل، امیدوارم لذت برده باشید از این مسابقه هنری بسیار زیبا و جذاب. این خروجی کارامونه. من جرئت نمی‌کنم بگم کدومش بهتره، ولی تصمیم گیری نهایی با شماست. میتونید برید رای بدید و نظرتون رو بگید و حتما توی استوری اینستاگرام هم برنده نهایی از نظر شما مخاطبین عزیز رو اعلام می‌کنم. مرسی که مثل همیشه ویدیومو تا آخر می‌بینید. حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید. پیج اینستاگرامم اینجا میذارم. آیدی من تو همه پلتفرم‌ها اینه. حتما پیجمو دنبال کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و نظرتون رو راجع به این مسابقه برام بنویسید. بازم میگم اگه دوست دارید پارت 2 این مسابقه ساخته بشه، حتما کامنت ها رو به 200 تا دونه برسونید. همش 200 تا دونه. مراقب خودتون باشین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.